بریم آموزش نصب GTA V. این پیج کانال یوتیوب من است. از این بخش می توانیم توی کانال تلگرامم بشویم. حجم خیلی سنگینه، 60 گیگاوات است. این شبیه ساز است و این 30 فایل است که اینا رو باید دانلودش کنیم. اینا رو که دانلود کنیم باید برنامه زیپارچیور را دانلود کنیم. این هم از برنامه زیپارچیور. وقتی که اینا رو دانلود کنیم این 30 فایل توی بخش تلگرام می آید و این 30 فایل را کپی کنیم و یک گوشه جدید تیار کنیم و اینا را توی آن بندازیم. وقتی که انداختیم اینا را استخراج کنیم. استخراج کد استخراج 1 2 3 4 5 است. اینا رو کردیم بریم توی شبیه ساز. این شبیه ساز است که از اینجا می توانیم GTA V رو بیاریم. بریم توی GTA V. روی این کلیک کنیم، روی این و بزنیم و اوکی میشه تا بیاد. تمام از GTA V. حالا دیگه بریم این که لذت